برای نمونه من یک مثال می نویسم. گفته خطوط میدان را برای یک بار نقطه‌ای بر اساس این معادله به دست بیارید. خب ای برای یک بار نقطه‌ای هست کا کیو به روی R2 در R هات که ما میدونیم R2 رو میتونیم بنویسیم در دستگاه دکارت X2 به علاوه Y2. فرض میکنیم که در صفحه Z مساوی 0 هستیم، یعنی این اگه محور x باشه این هم محور y، محور z عمود بر تخته است. ببینید با دست راست x رو y ببندیم 60 جهت محور z رو نشون میده. پس این تخته الان در صفحه z مساوی 0 قرار داره. پس هر نقطه آری در حقیقت به شکل x2 به علاوه y2 میتونه نوشته بشه در صفحه z مساوی 0. اگر این رو r بگیریم این x هست، این هم y. خب R هات هم میتونیم به شکل